مسئولان قصر سفید میگویند ملاقات پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به همین زودی ها دایر نخواهد شد. روز سه‌شنبه روزنامه‌نگاران در این باره از ترامپ هم سوال کردند. نه من نمیخواهم بیهوده ملاقات کنم، نمیخواهم وقت تلف شود. میبینیم که چه اتفاق در پیش است. ما سازش های بزرگ صلح به دست آورده ایم. هر یک از این سازش ها بزرگ است. در مورد اینش گفتم که به جبهه روید، سربازان را به خانه هایشان جواب دهید، کمی وقت گیرید. حاضر دو کشور نیروهای یکدیگر را میکشند. دو کشور هر هفته از 5 تا 7 هزار سرباز را از دست میدهند. ما میبینیم که چی میشود. تصمیم نهایی نگرفته ایم. هفته گذشته بعد صحبت تلفنی با پوتین، ترامپ اشاره کرده بود که روزهای نزدیک در بوداپشت با رهبر روس دیدار و گفتگو خواهد کرد. ولی به قول مقامداران قصر سفید روزهای نزدیک درباره این ملاقات یک قرار نهایی گرفته می شود. در این بین پیمان نظامی ناتو در شبکه ایکس نوشته است که دبیر کل این سازمان مارک ریوته به واشنگتن سفر می کند. خبرگزاری ریترز با تکیه به منبع‌هایش اشاره نموده است که ریوت در واشنگتن نظر ممالک اروپا در مسئله آتش‌بس و مذاکرات صلح را مطرح می‌کند. اشاره‌ها به تأخیر و یا احتمالاً لغو ملاقات ترامپ و پوتین پس از صحبت تلفنی کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مارک روبیو با وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی لاوروف پهن شده تأکید می شد که سبب چنین حال سرکشی روسیه از قبول پیشنهاد آتشبس فوری می باشد. دیروز در مسکو لاوروف تصدیق کرد که روسیه با آتشبس مخالف است، زیرا کرمل باید ریشه های سر زدن جنجال در اوکراین را از بین برد. لاوروف اصرار می ورزد که هدف به اصطلاح عملیات در اوکراین تغییر نیافته است و تا اجرای کامل ادامه می کند. لاوروف و روبیو موافقت کردند که مشورت‌های تلفنی را دوام دهند تا موقع‌های همدیگر روشن‌تر شود.